جناب یوسفزی هستم، یک تن از صنعتگران در بخش خیاطی. لیسانس هستم در رشته مهندسی ساختمان از پلی‌تکنیک کابل. مدت 10 سال میشه که در می کار خیاطی هستم و خیاطی را پیش میبرم به صورت حرفه‌ایش که یاد گرفتیم. کارگرایی که دارم طبقه آناس هستند که کار میکنن و من از کار خود بسیار راضی هستم. بر من خوشایند است که من هر روز که کار میکنم انرژی میده و مرا زیادتر تشویق میکنه که من بتونم در این عرصه پیش برم و شاگردای زیاد را در این عرصه روحیه بدم و با اونا کار کنم. در گذشته من تعداد 50 دختر بودن که من اونا را به مدت 6 ماه کورس خیاطی بود که من اونا را درس میدادم. البته من کمک هیچ کس را نگرفتیم در عرصه، اما بودجه مالی خود تانستیم که امی 50 شاگرد هم برسانم و فعلا هم به تعداد 10 شاگرد دارم که کار میکنن همراهیم در تایم‌های مختلف. اینا همراه من میباشن. تولیدات ما مختلف است. ما در سه لباس‌های گند افغانی هم کار میکنیم که مشتریایی که بر ما میآیند اگر لباسایشان گند افغانی باشه، لباسای محلی ما، او را هم میپذیریم و کار میکنیم که در عرصه هم کارگر داریم. همچنان در لباسهایی که لباسهای چپن هست، موردوزی هست، موردوزی که در چپنهای میشه، لباسهای محفلی، لباسهای معمولی روزانه است که ما اونا را میپذیریم از مشتری خود و کارگرای ما هست که در عرصه کار میکنن و من همراهشان همکار هستم. پلان ما برای آینده انکشاف دادن امی پروژه خودم است یا امی کارم است که من میخوایم میره انکشاف بدم. تعداد خانم هایی که کتما کار میکنن تعدادشان افزوده شود یا زیاد شود. همچنان امی کارم که یا صنعت را که پیش میبرم این بیشتر شود و کسایی که کتما کار میکنن اونا تشویق شوند در عرصه. از هر قدم که ما برمیداریم یا شروع میکنیم به ذهن خود موفقیت تجسم کنیم و هیچ وقت از زندگی ناامید نشیم. به هر کار اگر ما اراده کنیم، تصمیم داشته باشیم، میتونیم به او برسیم و مهم است که ما یک هدف قاطع داشته باشیم. خواست من از مسئولان این است که ما را همکاری کنند، چون ما تنها به بودجه شخصی خود تانستیم من قدر پیش ببرم. به خاطر انکشاف و به خاطر رشد امی کار خود نیاز به همکاری و حمایت اونا داریم که ما را از هر لحاظ همکاری داشته باشن، همراه ما حمایت میکنن.